دوست عزیزم سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خیلی خیلی خوشحالم که در دوره جامعه طلا خدمتتون هستم و خیلی تبریک میگم بهتون که برای خودتون ارزش قائل شدین و یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های عمرتون رو انجام دادین. من همیشه اینو میگم ولی الان دیگه توی دوره جامعه طلا هستین و اینو بهتر میتونم بهتون برسونم. بزرگترین سرمایه‌گذاری هر فردی روی خودش و عزیزانشه در حوزه آموزش. زمانی که شما آموزش میبینید از ضررهای هنگفت بزرگتر در زمینه‌های مختلف جلوگیری میکنید. شما یک بار الان اومدید دوره جامعه طلا رو دارید میگذرونید و این دوره جامعه طلا از اینجا به بعد دیگه شما رو تبدیل میکنه به یک آشنا و کارشناس بازار طلا. دیگه شما میدونی کی طلا بخری، کی بفروشی، کی زمان خریدش نیست، کی زمان فروشش نیست و از بازی‌های بازارساز دور میمونی. ما توی این دوره از ابتدا با مقدمات شروع میکنیم. من میخوام دیگه شما واقعا جامع در مورد طلا همه چیز رو بدونید. خب خیلی درگیر تاریخچه و اینا نمیخوام بشم، یعنی نمیخوام بگم که مثلا از سال چند طلا در دنیا مرسوم شده، چقدر معدن داریم، چقدر دیگه قراره مثلا استخراج بشه. اینا تأثیری در کار ما نداره. آنچه که مهمه اینه که بتونیم در مورد طلا کارهامون رو درست انجام بدیم، تصمیمات درست بگیریم. همه جوره من کنارتون هستم و تبدیلتون میکنم به کسی که دیگه در مورد طلا خبره بشین، بدونید کی طلا بخرین، کی طلا بفروشید، که مهمترینش هم همینه. خب پس بازم خوش آمد میگم بهتون که در دوره جامعه طلا شرکت کردین. جلسه اول رو با مقدمات با هم دیگه پیش میبریم، هرچند که نکات خیلی خوبی هم تو همین مقدمات وجود داره. خب سوال اول، چرا اصلا طلا؟ حالا شما تو دوره جامعه طلا هستی ولی بالاخره بهت پیشنهادهای دیگه هم میشه. چرا اصلا طلا باید اولویت باشه؟ ببینید چند تا دلیل اصلی داره. یکیش اینه که دارایی امنه. شما در طول تاریخ که نگاه بکنید طلا همواره طلاست. یعنی شما خیلی از دارایی ها رو میبینید، مثال میزنم، حالا من رو خیلی با ارزهای دیجیتال میشناسن دوستان. خیلی از ارزها ارزش بسیاری داشتن ولی بعد از یه مدت ناپدید شدن. پروژه لونا یک شکست به شدت بزرگ بود و ضرر خیلی هنگفتی به خیلی زد. خب پروژه های دیگه هم همینطور. یه وقتی از طرف مثلا میره در مسکن سرمایه گذاری میکنه، میره در خودرو سرمایه گذاری میکنه. ببینید طلا یک دارایی امنه. حالا من خیلی مفصل‌تر جلوتر صحبت میکنم، المان‌های مختلف امنیتش رو بهتون میگم. پس یکی از جذابیتاش اینه که امنیت داره از حوزه‌های مختلف. دومیش پوشش ریسک تورمه. شما اگر بتونید طلا رو به صورت مداوم خرید بکنید، حالا استراتژی هاشو بهتون میگم چیکار باید بکنید، از تورم در امانید. یعنی بدون توجه به قیمت. من یه سری حالا مثلا دوست دارم، طرف میگه آقا من حوصله اینو ندارم، بیام برای مثال تحلیل بکنم، بررسی بکنم، حتی به تو زنگ بزنم بگم طلا بخرم یا نخرم. یه راه به من بگو من کلا تو سود باشم. راهی که من بهش میگم اینه، میگم آقا تو درآمد تو کیا به دست میاری؟ یکی هست آخر هر روز دخلشو مشخص میکنه، سود و ضررش معلوم میشه که آقا الان چقدر کار کرده. یکی از هفتگی، یکی هست ماهانه است، یکی فصلی، یکی سالانه است. میگم ببین نگاه کن، مثلا شما هفتگی هستی، خب آخر هر هفته مشخصه که برای مثال N میلیون تومان شما الان پول به دست آوردی. من میگم یکی از استراتژی‌های جذاب برای خرید طلا خرید مداوم بدون نگاه به قیمته. یعنی اگر شما این کار رو انجام بدی، میانگین خریدت در بلند مدت و میان مدت توی سوده. یعنی روی قیمت مثلا 8 میلیون میخری، هفته بعد رو 7400 میخری، هفته بعد رو 7600 میخری. اعدادی که خرید میکنی در نهایت وقتی میشینی محاسبهشون میکنی، میبینی که در میان مدت مثلا بالای 2 سال شما کاملا داخل سودی و اصلا هم از نوسانات و اینها هیچ مشکلی نداشتی، اصلا نمیترسی قیمت بیاد پایین، نمیترسی قیمت بره بالا ذوق زده نمیشی، چون شما داری ریسک تورم رو پوشش میدی. دنبال این نیستی که سود عجیب و غریب بکنی. میگی من شغل خوبی دارم، یه درآمدی بهم میده، میخوام زندگی راحتی همواره داشته باشم، قدرت خریدم همواره حفظ بشه. یکی از راههای خوبش اینه که بدون دقت به قیمت و بدون بررسی به صورت منظم در تاریخ‌های مشخصی طلا بخرید. خب سومیش افزایش قدرت خرید دارایی‌های سنگینه. اینو من مفصل دربارش باهاتون صحبت میکنم. ولی شما یه دارایی سنگینی میخوای بخری، مثلا یه ماشین به اصطلاح گرون قیمت میخوای بخری، یه ذره بریم بالاتر، یه خونه خوب میخوای بخری،
ماشینه رو نمیتونی بری بگی آقا الان مثلا من یه درشو میخرم، بعد میرم مثلا کاپوتشو میخرم، بعد مثلا میرم چه میدونم سیستم موتورشو میخرم. نمیتونی دونه دونه تیکه‌هاشو بخری بعد اسمبل کنی، که باید بری ماشینه رو بخری. یا خونه، حالا یه سری پلتفرم‌های فروش متری خونه وجود داره که اصلاً بهتون پیشنهاد نمی‌کنم این کار انجام بدید. خب ابداً. در حدیه که حتی پلیس فتا اومده توصیه کرده که آقا پلتفرم‌های فروش متری املاک همه غیر قانونی هستند. حتی با اینکه مجوز هم دارن ولی باز غیر قانونی هستند. خیلی مشکلات در آینده خواهند داشت. خب اصلاً این کار نکنید. پس شما هم نمیتونی بری متری خونه بخری. حالا که نمیشود متری خونه خرید، چیکار بکنیم؟ مثال میزنم. در لحظه‌ای که داریم دوره رو ضبط میکنیم، میانگین قیمت مسکن توی تهران حالا یه ذره نیمه به بالا هول و هوش متری 100 تومن نوساست. خب طلا گرمی چنده؟ تقریبا میشه 8 میلیون. حالا ما یه ضرب و تقسیم ساده اگر بکنیم، هر 12 گرم طلای بدون اجرت و اینا میشه 1 متر خونه. اوکی؟ 1 متر خونه نوساز مساویه با هر 12 گرم طلا. شما نمیتونی متری خونه بخری، ولی میتونی خورد خورد طلا بخری و با اون بیای ملکت رو خریداری بکنی. پس جذابیت داره افزایش قدرت خرید دارایی‌های سنگین توسط طلا. دیگه چی؟ نقش مشابه پول توی تاریخ. شما دیدی که مثلا فیلم‌های قدیمی، کارتون‌ها اینا رو می‌بینید، طلا با هم دیگه داد و ستد می‌کنن. هنوزم همینه. جالبه، چون حالا صحبت ملک کردیم، بریم در معاملات ملکی. الان جدیداً وجه تضمین برای اینکه طرف ملکی که میخره مثلا یه چک میذاره، یه سومشو پرداخت میکنه، بخششو میذاره برای سند، مثلا اون اواسط میگه آقا من 2 تا چک میدم. خب برای پاس شدن اون چکه، الان که در شرایط تورمی هستیم چند ساله، جدیداً میان بند به قرارداد اضافه میکنن. میگن اگر چکت پاس نشد، مثلا اینقدر درصد از مبلغ کل معامله رو باید معادل طلاشو پرداخت بکنی. حالا چرا؟ طرف که چکش پاس نمیشه، حقوقی میره دادگاه و اینا، شکایت و از این بازی‌ها، تا حکم گرفته بشه که طرف باید برگردونه اون پولو. اون پوله در طول اون 1 سال 2 سال 3 سالی که اون حکم قرار گرفته بشه بی‌ارزش میشه. ولی وقتی معادل طلاشو میذارن اونجا، ببینید داره مشابه پول کار میکنه. معادل طلاشو میذارن اونجا، دیگه خیال فروشنده راحته. میگه اگه چکشو پاس کرد، خرید تموم شد رفت که هیچی. اگه نه، اون بخشی که قرار من به عنوان ضرر و زیان دریافت بکنم مثل طلا میمونه. هر چقدر که طلا بره بالا، منم اون ضرر و زیانم باهاش میره بالا. این خیلی حرکت جذابیه. خب پس سعی کردم توی اسلاید ابتدایی جذابیت‌های حرکت در بازار طلا رو بهتون بگم که چقدر اگر شما بدونید و بتونید داخلش کار بکنید میتونه برای شما جذاب باشه. خب اما مقایسه طلا رو با سایر بازارهای سرمایه‌گذاری خیلی به اصطلاح مختصر و مفید میخوام بهتون بگم. ببینید، میخوایم مقایسهش بکنیم با ارزهای مختلف مثل دلار و یورو و پوند و حالا تو ایران درهم و اینا. ببینید نوسانات کمتر طلا توی دراز مدت، دلار، پوند، درهم، اینا نوسانات زیاد میکنن در دراز مدت، اما طلا نسبت به ارزشش نوساناتش به نسبت ارزها کمتره. پس شما با خیال راحت تری میتونید باهاش کار بکنید. دیگه چی؟ توی رشدها شارپتر عمل میکنه. چرا؟ وقتی که طلای جهانی رو به افزایش میره، ما توی ایران قیمت طلامون، حالا جلوتر محاسبه‌اش هم بهتون یاد میدم، متأثر از 2 تا عامله. یکی از عواملش قیمت اونس جهانیه، یکی از عوامل دیگه‌اش قیمت دلار تو ایرانه. شما وقتی خود دلار رو داری، خب وقتی دلار گرون میشه، شما سرمایه‌ت حالا افزایش پیدا میکنه برای مثال. خب اما وقتی طلا یه عامل دیگه هم داره به اسم اونس جهانی، اون اونس جهانی که تو دنیا میره بالا به دلار شما ربطی نداره. شما فقط تو ایران دلارت رفته بالا. ولی وقتی اونس جهانی در دنیا میره بالا، که در حال حاضرم فرآیندی سعودیه، میره بالا، از اون وقت دلار هم توی ایران میره بالا، شما تصاعدی سرمایه‌ت افزایش پیدا میکنه. همین مثال میتونید ببینید دیگه. نگاه کنید، دلار از 50 تومن شد 100 تومن، یعنی دلار 2 برابر شد. ولی طلا از گرمی 2600 شد 8400.
این دیگه 2 برابر نشد. اگه قرار بود با دلار حرکت بکنه 2 برابر 2600 نه اصلا 2 برابر 3 میلیون میشد 6 تومن دیگه، نباید به 8 خورده ای میرسید. این اختلافه به خاطر چیه؟ اون تصاعدی که افزایش قیمت اونس جهانی روی طلا میذاره. پس از این جهت هم به شدت برای شما بهتره. مقایسهش بکنیم با بازار سهام یا بورس. خب حالا خیلی ایرانی ها از بورس به اصطلاح خاطره خوبی ندارن، هرچند من همیشه گفتم تعصب در بازار ممنوع و شما بهتره که اصلا توی بازار در هیچ بازاری تعصب نداشته باشید. موج سواری رو یاد بگیرید، زمانی که بورس قرار رشد کنه برید توی بورس، رشدش رو بگیرید بیاید بیرون، قرار طلا رشد کنه برید داخلش، اصلا درگیر این موضوعات نباشید. حالا من دونه دونه همه حوزه‌های سرمایه‌گذاری رو برای شما دوره آماده می‌کنم تخصصی. این الان طلا، بورس، سبدچینی در ارز دیجیتال و غیره. یعنی از این جهت خیالتون راحت باشه به منابع ناب و بروز دسترسی خواهید داشت. خب توی بازار سهام اگه به ریسک نگاه کنیم، خب طلا نسبت به سهام خیلی ریسکش پایین‌تر. شما سهام یک شرکت بورسی رو می‌خری، چند تا المان وجود داره که این شرکت سر پا بمونه؟ خیلی زیاد، هممون می‌دونیم. خب ریسک های سیستماتیک، ریسک جنگ، ریسک تورم، 1001 ریسکی که حالا تخصصا در دوره بورس درباره‌اش من صحبت خواهم کرد. اما طلا نه، اصلا اینجوری نیست. همون که گفتم دارایی امنه، پس بهتره. نیاز به دانش تخصصی هم نداره. شما وقتی بورس میخوای واردش بشی باید کار با ابزارشو بلد باشی، باید کار با سایتاشو بلد باشی، اصطلاحات تخصصیشو بدونی، حتی تحلیل تکنیکال تا حدی بدونی، بتونی با حقوقی‌ها رابطه برقرار بکنی، ساعت خاصی معامله میخواد انجام بشه، یه وقتایی بسته است، دامنه نوسان داره. ببینید محدودیت‌های خاص خودشو داره، جذابیت‌های خاص خودش هم داره ها. اما داریم مقایسه میکنیم، طلا راحت تره. مثلا میگم آقا یه آدمی هست وقت نداره، حوصله نداره، حالا بره بورس رو تازه یاد بگیره. طلا با همین چیزی که من میگم شما یاد میگیری و خیالت راحت. بازار املاک و مسکن، خب از نظر نقدشوندگی طلا به شدت نقدشوندگیش نسبت به اصطلاح مسکن بالاتره. شما یه ملک داری الان مثلا 10 میلیارد میخوای بفروشیش، برو ببینم میتونی بفروشی تو این بازار. الان که داریم دوره رو ضبط میکنیم رکود در بازار حکم فرماست، شما مثلا نمیتونی بفروشیش، به سختی با تخفیف‌های زیاد با شرایط بتونی ملکتو بفروشی. هر چقدر ملکت بزرگتر باشه اوضاع بدتره. حالا باز ملک‌های کوچک متراژ بهتره. پس نقدشوندگی شوکه نیست. ولی شما 1 تن هم طلا داشته باشی، مثال 1 تن هم طلا داشته باشی، میری طلا فروشی اول، آقا من طلا دارم، تا چند گرم ازم میخری؟ مثلا میگی من تا 100 گرم میخرم. اوکی 100 گرمش رو اینجا آب میکنی، 200 گرم بعدی. یعنی شما 5 تا 6 تا دونه پاساژ توی تهران بچرخی کل 1 تن تو آب کردی. تازه میگی مثلا با آدم عجیبی هم معامله نکنی. اوکی حالا نام به اصطلاح تخیلی دیگه، 1 تن طلا که کار نداره. ولی مثلا میگم شما 5 کیلو هم طلا داشته باشی، ویترین یه مغازه طلا فروشی دیگه، توی یه طبقه یه پاساژ همه‌شو میتونی بفروشی به راحتی. نقدشوندگیش خیلی راحته، ولی ملک اصلا اینجوری نیست. ولی خب از طرف دیگه این نسبت به ملک یه داستان خوب دیگه هم داره. شما وقتی املاک خریداری میکنی، حالا چه خودت بشینی چه اجارهشو بگیری، هر نوع ملکی که باشه هزینه‌های تعمیر نگهداری داره. بالاخره آقا آسانسور واحد خراب میشه، نمیدونم باید رنگامیزی بکنی، 1001 داستان داره. اگه خود بشینی حالا یه وضع، اگه بخوای اجارهش بدی سر هر سال دوباره برو به بنگاه بسپر، با این تمدید کنم با اون تمدید کنم، نمیدونم از این یکی اجاره بگیرم اونو چیکار کنم و 1000 تا دردسر دیگه. طلا هیچ کدوم از اینا رو نداره. پس هزینه‌های سربار هم طلا به شما اضافه نمیکنه. و نسبت به بازار ارزهای دیجیتال که خب واضحه، بازار ارزهای دیجیتال ریسک بالایی داره. ریسک بالایش در حدی که بیت کوین میتونه با یه دونه شادو، با یه دونه کندل تو یه روز 40% از ارزش ذاتیشو از دست بده. این یک سیستم محاسباتی کدنویسی شده ریاضیه دارم بهتون میگم بیت کوین. اینو خوب دقت کنید. حالا خارج از فاز طلا، بیت کوین در هر لحظه‌ای که شما فکرشو میکنی، هر لحظه‌ای، خب توانایی از دست دادن 40% از ارزششو داره در هر لحظه. یعنی الان برای مثال $100,000، همین الان یه ثانیه بعد توانایی اینو داره که بشه $60,000. حالا که $60,000 در لحظه توانایی اینو داره که بشه $36,000. دوباره $40,000 ارزشش، 40% ارزششو از دست بده. پس بیت کوین که
لیدر بازارشونه به این شکل کار میکنه، الباقی ارزها که دیگه بماند. اونجا هم دانش تخصصی خودشو میخواد، اونجا هم سیستم خودشو داره و من یه دوره تخصصی هم دارم، سبدچینی ارزهای دیجیتال، که میام اونجا مدیریت سرمایه‌اش هم یادتون میدیم. یعنی میگیم حالا اگر شما برای مثال 10 میلیارد تومان سرمایه برای سرمایه گذاری داری، انقدر درصدش رو باید بیاری در بازار ارز دیجیتال، به این شکل باید سبدچینی بکنی، اینجوری باید ارزهای مختلف رو بخری، توی اینجور قیمت ها بخری، توی اونجور قیمت ها بفروشی. مفصل در موردش یک دوره کامل داریم که اگه دوست داشتین باعث افتخاره که اونجا هم در خدمتتون باشیم. خب طلا نسبت به بازار کریپتو یا ارز دیجیتال ملموس، شما داریش. یه دونه انگشتر میخری 5 گرم 10 گرم، انگشتر رو میده بهت با فاکتور، میگه تمام شو پولو گرفته، یه چیزی به شما میده به اسم طلا. بیت کوین رو کجا داری؟ اصلا بگو بیت کوین رو ریختن تو ولتم، اوکی کو، میدونید دارایی ملموسی نیست. این دارایی های غیر ملموس، حالا طلا هم میشه اینجوری خرید، جلوتر بهتون میگم، خود طلا هم ارز دیجیتال داره، تتر گلد و اینا، حالا شاید شنیده باشید، مفصل درباره‌اش صحبت میکنم. اما دارایی ملموس نیستن دیگه. ولی طلا رو به هر حال شما میتونی بری آقا جابجا کنی. اصلا شما گواهی مثلا سپرده سکه داری، میری سکه رو تحویل میگیری، بالاخره یه چیزی هست بهت بدنش. ولی بیت کوین رو هر کاری کنی چیزی به شما تحویل نمیدن، پس دارایی ملموس نیست. و موضوع بعدی نوسانات لحظه‌ای بالاست که گفتم بهتون، حالا اون اول گفتم. اوکی، پس طلا در مقایسه با سایر بازارهای سرمایه گذاری به شدت میتونه جذاب‌تر باشه، به دلایلی که به صورت مختصر سعی کردم مقایسه بکنم. خب اما تحلیل‌های زمانی طلا به چه شکله؟ ببینید ما به صورت کلی چند نوع تحلیل برای طلا داریم، ولی یادتونم میدم همه رو، فعلا دارم مقدمه میگم. شما میدونید یه سری زمانها در کشور ما وجود داره که طلا دچار رکود میشه یا نه رونق میگیره. مثلا عید نوروز، ببینید عید نوروز داره دو پهلوه، خب که پهلوی دومش میچربه. چجوریه؟ برای عید نوروز بعضی از مردم میان طلا میخرن برای کادو و هدیه، خب که تعدادشون کمه. اما اکثر مردم مخصوصا در شرایط فعلی سبد خانوارشون، یعنی سبد اون خرج کردنشون روی چیزهای دیگه میچربه تا طلا. یعنی به جای اینکه مثلا شب عید هرچی پول دستش اومده حالا بخواد بره طلا بخره، یه عالمه خرج دیگه داره. قراره کلی مهمون براش بیاد، قراره برای مثلا خانواده لباس و کفش و اینای جدید بخره، احتمالاً یه سری تغییرات میخواد تو زندگیش بده، یه سری دکوراسیون داره، نمیدونم خرید هفسین داره. بنابراین دسته های به اصطلاح خرج و مخارج که سمتش میاد خیلی زیاده. طلا از سبد خریدش میره بیرون. یعنی میگه من به جای اینکه طلا برای یکی بخرم، مثلا یک کادوی ارزون تر، مثلا طلا میگیرم مثلا 7 میلیون 8 میلیونه، من برم یه دونه اتکلون براش بخرم 2 میلیون. خب اختلافش خیلی زیاد میشه. من 1 گرم طلا رو میخوام چیکار کنم؟ بدون یه دونه اتکلون انقدی براش میخرم. خب بنابراین این از سبد خریده میره بیرون. به تعدادی خرید میکنن، تعداد زیادی خرید نمیکنن. واسه همین دم عید معمولا طلا فروش ها خیلی فروشای خوبی ندارن، عموما اینجوریه. پس بازارش میره تو رکود. اوکی دیگه چی؟ ماه محرم و صفر. خب در کشور ما ماه محرم و صفر عموما آدما عقد نمیکنن، عروسی برگزار نمیشه، جشنی وجود نداره و این حجم زیاد خرید طلا کاملا فروکش میکنه. بنابراین یه ذره مونده به ماه محرم و صفر، حالا میچرخه در تقویم دیگه، یه بار تابستونه، یه بار بهار، یه بار زمستونه. در طول خود ماه محرم صفر و گذشته قبل محرم معمولا خرید طلا به شدت میاد پایین. بازارهای طلا تو رکودن، خیلی خلوتن. شما از فروشنده هایی که نقدینگیشون پایینه و به اصطلاح گردش مالیشون تو اون موقع ها پایینه، میتونید با اجرت های پایینتر، با درصد سودهای پایینتر هم حتی خرید بکنید. ببینید اینا مهمه، رو گرمای بالا اینا چیزای مهمیه. و اواخر سفر که میشه دیگه یه ذره میره به سمت اینکه خب یواش یواش میخواد عروسی‌ها، عقدها اینا برگزار بشه. آدما میخوان سر عقد کادویی بدن، میخوان تو عروسی کادویی بدن، میخوان سرویس بخرن، نمیدونم حلقه ازدواج بخرن. به خاطر همین حجم بازار طلا و موقع‌ها میره بالا و رونق میگیره. پس این تحلیل‌های زمانی رو توی کشور ما اصلا دست کم نگیرید. دیگه مناسبت‌های ملی مذهبی هم هست دیگه، عید قربان، نمیدونم عید فطر، هر کدوم از اینایی که آدما خیلی وقتا مراسمشون رو روی اون قصه ها سوار میکنن، توی اون نواحی
رونق طلا اتفاق میفته. جاهایی هم که مردم مراسماشون رو دور میکنن این اتفاق بازم میفته. حالا خود ماه محرم صفر و عید نوروز جزوی از همین قصه سومن. خب اما انواع طلا توی ایران، ما توی ایران چند مدل طلا میتونیم خرید و فروش بکنیم. حالت اولش طلای زینتی نوع، شما میرید یه گردنبند، گوشواره، نمیدونم دستبند، انگشتر، هر چیزی خرید میکنید. قیمت خود حالا محاسباتشو همه رو بهتون یاد میدم که چجوری بتونید از طرف تخفیف بگیرید و چجوری ارزونتر بخرید و در چه معامله‌ای وارد نشید و اینا. ولی به صورت کلی شما یه عددی گرم اون به اصطلاح طلا زینتیتونه ضرب میشه توی اجرت ساختش، ضرب میشه توی اون سود و مالیاتش و قیمت نهاییش به شما اعلام میشه. حالت دوم طلای زینتی دست دومه. طرف میاد طلاشو میفروشه به یه طلا فروش، طلا فروشه دیگه نمیاد اینو ورداره ببره آب کنه بذاره تو کارگاه دوباره بسازن بیاره، همونو میاره به نفر بعدی میفروشه. اینجا معمولا دیگه اون بخش اصلی مالیات حذف میشه، اجرت ساختی دیگه وجود نداره و شما صرفا 1% سودی به اون طلا فروشی که داره واسطه این خرید و فروش میشه، عملاً همون کمیسیون معامله است که دارید پرداخت میکنید. فقط یه ریسکی داره اینا، ریسک تقلبی بودنش خیلی زیاده. واسه این باید جای خیلی معتبری بشناسید. یعنی برای خرید اینا نمیتونید از هر جایی بخرید. مثلا تو اینستا به شدت پیج های فروش طلای دست دوم زیاد شده، خیلی نمیشه اعتماد کرد. سعی کنید یه جایی که چندین سال طلا فروشیه، مثلا حتی اینایی که طلا فروشی زنجیره‌ای ان، یا چندین مغازه‌ن، یا مثلا طرف پدر بزرگش طلا فروش بوده تو بازار میشناسنشون، از اونها طلای زینتی دست دومو خرید بکنید. حتی مثلا میتونن توی گرمای بالا طرف مثلا آبکاریش نکنه یا جرم گیریش نکنه، حجم زیادی جرم رو به وزن طلا به شما بفروشه. خب اینا همه ویژگی‌هایی هستش که در طلای زینتی دست دوم وجود داره، اما اگر جای معتبر و خوبی داشته باشیم به شدت برای سرمایه‌گذاری جذابه. سوم شمشای طلا. حالا هم بانک‌ها در گرم‌های مختلف شمش طلا میدن، هم شرکت‌ها. یه سری شرکت‌ها اصلا شمش تولید میکنن. شمشای صوتی هم الان وجود داره، خب زیر 1 گرمه شمش دیگه مشکلی نداره، ولی عموماً درصد کارمزدشون زیاده، مگر اینکه حالا حالتهای خوبی بتونید خریداری بکنید که بهتون میگم. بانک مرکزی هم که حالا جدیدن حراج طلا و اینا میذاره، در مورد اونم باهاتون صحبت میکنه. حالت چهارم طلای آب شده است. ببینید در گذشته خیلی طلا آب شده رواج نداشت، بعد از این افزایش قیمت‌ها و تورم و اینا طلا آب شده رواج پیدا کرد. طلا آب شده یه کد انگی داره، حالا میگم اونها مفصل جلوتر بهتون میگم که اون شماره کارگاهش رو نشون میده. خب طلا آب شده بین کارگاه‌های طلا فروشی مبادله میشه، اصلا برای خرید فرد نیست. خب یعنی در قانون این خیلی چیز جالبیه، من نمیدونستم، یکی از اساتید بهم گفت که در قانون شما اگر طلای آب شده داشته باشی، یکی بیاد اینو از شما سرقت بکنه، شما توانایی اینو نداری که به خاطر طلا آب شده‌ای که ازت سرقت کرده شکایت کیفری ثبت بکنی. چرا؟ چون خرید طلای فروش آب شده قانونی نیست. ببینید جرم نداره ولی قانونی هم نیست. اوکی؟ یه وقت هست یه چیزی قانونی نیست، غیر قانونیه و برای خرید و فروشش جرم اومدن تعریف کردن. مثلا برای مثال مواد مخدر خرید و فروشش قانونی نیست، غیر قانونیه و خرید و فروشش هم جرم محسوب میشه. خب اما خرید طلای آب شده برای مردم عموم، عوام، من و شما، قانونی نیست اما جرم هم محسوب نمیشه. ولی یه جا بزنگاه ما لازم داشته باشیم ازش تو قانون برای خودمون استفاده بکنیم، قانون حقی به ما نمیده. این نکته خیلی مهمیه، حواستون بهش باشه. ولی خب کارمزد و اینا نداره دیگه، برای خرید جذاب. 5 انواع سکه ها. از سکه پارسیان کوچیک چند صوتی بگیرید بیایید بالا تا تمام سکه و سکه امامی و اینها. انواع سکه ها هستن که هر کدومشون در شرایطی و در لحظه‌ای جذابن. ممکنه بعضیاشون یه سری جا جذابیت داشته باشن، بعضیاشون نه. چون سکه ها حباب خوبی میگیرن. یعنی حباب یعنی چی؟ خیلی ساده بهتون بگم. فرض کنید ارزش واقعی سکه با اون مقدار طلایی که داخلش هست، اینا رو هم همه رو بهتون یاد میدم، با اون مقدار طلایی که داخلش هست مثلا 80 میلیونه، ولی الان به شما میگن 95 میلیون باید بدید سکه رو بخری. این 15 میلیون اختلاف چیه؟ بهش میگن حباب. پول الکیه که شما داری براش میدی، ارزشش 80 تومانه ولی باید 95 تومن بخری. سکه و حباب خوب میگیرن.
بنابراین زمانی که حباب سکه ها تخلیه میشه و قیمت طلا روی کفه، خوبه که شما بخری سکه رو و وقتی میره بالا حباب هم باهاش افزایش تصاعدی داره روی اون بالاها بفروشید، که حالا در بخش تحلیل های قیمتی بهتون میگم که در مورد سکه چیکار بکنید بهتره. و مورد آخرم انواع روش های غیر فیزیکیه. غیر فیزیکی ها رو فعلا تیتوار میگم تا بعداً در مورد هر کدوم صحبت بکنیم. شما میتونید گواهی سپرده بخری، شما میتونید سپرده بانکی توی بانک، مثلا بانک سامان داره اینو بخری که حتی سود هم بهش تعلق میگیره، حالا شرایطی داره. شما میتونید ارز دیجیتال طلا رو بخری و میتونی از صندوق‌های طلا در بورس استفاده بکنی و حوزه‌های مختلف. اینا طلاهای فیزیکی نیستن. بعضیاشون به شما طلای فیزیکی رو در صورت نیاز تحویل میدن، بعضیشون هم نه، خبری از طلای فیزیکی نیست، فقط شما یه قرارداد داری که به ازای این پول انقدر طلا دست فلان شرکت، دست فلان بانک، تحت کنترل فلان کمپانی در اختیار شماست. هر وقت خواستید میدید ارزشش رو دریافت میکنید. مثلا شما 5 تا سکه داری، یه جا به شما میگه این 5 تا سکه رو میتونی خودش رو بگیری، اگه اومدی یه هزینه کارمزد میدی 5 تا رو میگیری. یه جا میگه نه، 5 تا سکه در کار نیست، تو پول 5 تا سکه پیش من داری، هر موقع خواسته بیا پولش رو بهت میدم به قیمت روز. اوکی، پس اینا روش خرید غیر فیزیکیه، ولی بعضیش میتونه تبدیل به خود طلا هم بشه، بعضیش نه، نمیتونه تبدیل بشه. اوکی، اینم به این شکل. پس سعی کردم توی بخش جلسه اول هم جذابیتاشو بهتون بگم، هم یه ذره بالا پایینش رو بهتون بگم، یه ذره دیدتون رو باز بکنم در مورد طلا که بدونید که با یک مبحث گسترده طرفید، ولی خیلی مختصر و مفید آنچه که لازم هست رو بهتون خواهم گفت و خیلی کاربردی جلو خواهیم رفت. جلسه اول مقدمه بود، اینجا بعد دیگه ما کاربرد خواهیم داشت. مرسی از اینکه همراه من بودین. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.